پدرم چرا تو این وقت چیزی نگفتند؟ نمیدونم. شاید اول خودشون میافتند بعد نزد ما میآوردند. چه خیلی میافتند؟ و زنده بودن یا نبودنش باوری نداشتند. عجبا در کجا باشد؟ والله 80 ولایت هست. 81. خیر 81 ولایت. خدا میداند در کدامش باشد. ممکن بیرون از کشور باشد. اما این یک طرف باز نمیدونستم که اما هم دوران این چه زندگی است. دیوانه میشوم. همه اینها رو به جواب موندند. اگر میشدن با ما کمک میکردند. خواهرتان را یابید. اگر او را در حقیقت دوست دارید او را یابید. اکا یوسف، کاش که حاضر اینجا میشدید که یک دم صحبت میکردیم. گنده میشده. خدا رحمت کنه. دیگر چی میگویی؟ اگر همین چای نباشد اینجا یخ میکنی. بسم الله. با این حجره اکه یوسف کو در مکتب باید یکمون کسی نباشد. خدایا مرا نگهبان باشه. خدا انا خدایا خدا نتمام نمیشد. خدا چی بکنم؟ خدایا نگهبان باشه. خدا چرای حجره اکه یوسف در گرفته. اکه یوسف برگشته بکشد. توبه خدایا خداوند با من مدد کن یا ربی. خدا یا خدا مرا ندارید مرا سرگرد مرا. شفیق جنسدر مدیر مکتب جنابی شفیق، حیاتت را با دست خودت ساختی و همش خودت گناهگار. اکنون فکر کن چی باید کرد. تماما فکر نمی کردم که در اولین دیدار اینقدر عاشق می شوم. وقتی که او رو می بینم از هیجان چی کار کردنم رو نمیدونم. تپش دلم اوج می گیرد. اما همه این رو با پینور فهموده نمی توانم و چی کار کردنم رو هم نمیدونم. دیوانه می شوم آخه. نخواد روحی نباشد که این رو با پینور بفهمونم. پدرم از یوده همه این چخلمی بر اومدند. وقتی که اینجا بودند بالوی میزشون همه وقت به ترتیب بود. مرحمت. معلمه تنهایید؟ در اومدن ممکن؟ البته تنهایم جناب جمیل. کسی رو مگر میبینید؟ باز مبادا اکه یوسف نباشد. جناب جمیل خوب استید؟ کدام جناب یوسف؟ معلمه جان مرا این شب از پاسبانه گرفت. التماس معلمه جان او همین جاست. شب ها آمده او گفته در دوران میگردد.
شما چه میگویید؟ با شما بر این آدمی سالخورده این گپا تماما نمیزیبد. با این خلقهای بیمانی وقت ندارم، مرا ببخشید. آخر قسم میخورم معلمه جان، قسم که دیشب همینجا بود، با چشم خود دیدم. قریب 2 متر قد داشت. گفتم میگشت. التجا میکنم این شب را از پسا نگیرید معلمه جان، التماس. تکین. روز بخیر. روز بخیر. من خواستم از خواهرتون پرسم یگان معلومات پیدا کرده؟ نه. میکوبیده یعنی انتظار نمیشوید به فکرم. چیکار کردنمون رو فکر داریم. در دستمون یگان معلومات نیست. اقلا یگان چیز میشود پیگیری میکردیم اما راست میگویی، وضعیتتون وزنی. انشالله هر چیز زودتر مییابید رو. انشالله. با اینها نگر. با کی؟ با اوزنم و تکین. چی شده است؟ خوب صمیمی شدن. اهمیت نده نرگیس، بیو. لبایو چه؟ گوش دارم. بفرمایید. کدام روز میوید؟ پدرم هم میویند. اوچه پینجی است و خیر؟ چرا شما تنها میوید؟ اوچه چه خیل فاتحه، چه خیل دختر. شما چی ها میگویید؟ چی؟ اوزلم؟ اوزلم دختری افای نوریا؟ اوچه جانی من، شما چی ها میگوید آخیر؟ او حالا خورده است. شما یا نخلتان را خورده؟ چرا از من نپرسیده؟ ما همین خیل فکر کردیم. چی معنا دارد؟ پدرت، عمکت همین خیل خوب میشود گفتنتان چی؟ اوچه ای برادر نگاه کن آخیر. تبسمی که تو داری هیچ کسی دیگر ندارد. ای خدا غم و درد هجران بر سر من و تو نیارد. آینده با تو شیرین است، خزان مثال گلشن است. بیای جناب جمیل، چای هم تیار. یک پیاله چای می نوشید. من میگریزم خانم نجمیه، دیگر ایستاده نمیتوانم. مرا گوش کن، تو را آگاه میکنم بعد میگریزم. به خیر است؟ چی گپ شد؟ اکا یوسف زنده شدن به من کم آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. توبه کردم دیوانه شده. نه حالا نه، اما میشوم. دیشب ساعت 12 من خودم را دیدم با 2 چشمم خانم نجمیه. گوش کن، به طهارت و بیگانه کرد. خودت را ایچاستم فهمیدی ها؟ اکنون من میروم. توبه خدایا. وای اینجا بیا دخترم. حاضر میآید. باز چی گپ شد اوچه؟ شله طهارت داری دخترم؟ چی ها میگوید اوچه؟ باز چی گپ شد؟ جناب یوسف از گور برآمده است، به مکتب آمده است. جمیل با چشمان خودش دیده است. باز به طهارت و به دعا نگردی. میل است دخترم، گفتم را فراموش مکن. اوچه این گپ نگوید، من از این چیزها میترسم. شوخی نکنید اوچه. والله نمیدانم دخترم، اما تو به دعای طهارت نگرد خوب. کسی میدوند که این چیست؟ معلوم که جایی رو نشان داده نیست. به فکرم کسی میخواهد که اینجا روید. اما کیست او؟ نمیدونم، اما جناب جمیل میگویند که پدرتون زنده شده در مکتب میگردند. با کجا رفت؟ با کجا؟ در یک لحظه با کجا رفته میتواند؟
بعد تمام شدن درس ها به این جایی که نشان دادن رایم خوب بشود. اما که جمیل با چشمان خودش دیده است میگویم. بیا مونه نخود این خیل شود. چرا نشود؟ شلتون رو میخورم. دیوانه. من این خیل افسانه رو شنیده بودم. از نامش معلوم افسانه. این طور نگوید رفیقان. بابایم نقل میکردند در دهه آنها این خیل حادثه شده بوده است. چی شده است؟ منیره چون هر وقت سودش میبوفد. خیر گوش کنید مرا. در سالهای خیلی پیش در یک دهه یک دکتر بوده است. باید با مردی دوست داشتهش خانه‌دار میشده است. خوب قصه کوتاه. در روزی تویش داماد برای بردن عروس می آید. بعد می بیند که عروس در خانه نیست. خودی همان شب در جنگلزاری بالای کوه عروس خودش را به دار آویخته است. انا این طور. بعد این حادثه در دهه هر خیل حادثه های ناخوش روی می دادند. اکنون از همه جای عجیب است. نزدیک شینید. اول در آشخانه آتش های آتشدان ها خاموش می شدند. خود به خود به یگان سبب. بعد باز آتشدان ها خود به خود فروزان می شدند. آدمان از درها بر می گشتند. می دیدند که در آشخانه یک دیگ خوراک. باز یک بگاه وقتی از کار صحرا برگشتند یکی از آدمان کلانسال تقای علی به خانهش بر می گشته است. دیده است که در خانهش باز است. تقای علی خیلی حیران شده است. از تیرزه خانهش به درون نگاه می کند و می بیند که در آتشدان خانه علنگه آتش است. بعد تقای علی به طرف در روان می شود. آهسته آرامانه با دستش در را باز می کند. آهسته دیوانه تا تمام شدن این گزارش من چیکار میکنم؟ آخر من این خیلی دیوانه میشوم. قربان شما اپای نوریا، چرا این طور میکنید؟ آخر حالا او خورد است، میخوند و دانشگاه داخل میشود. چرا حیاتش رو محو میکنید؟ من میمیرم عمر. بعد مردن من چی میشود؟ یک هفته نگذشته رو در قشلاق کسی آمد خوش آمد گفته برآورده میدهند. آیا نمیدونی خلق قشلاقمون رو؟ قربانت شوم عمر. به دخترم ساحل برو. خوب هستی؟ دهه رو یاد کردم. این مکتب از آنجا خیلی فرق میکند. غمگین نشو. آهسته عادت میکنی. بس کنه. از حد گذراندید. حضور شوخی میکنیم. با تو چی؟ نمیدونم میفهمیدونه؟ لیکن موضوع شوخیتون پدری من است. پدرت رو تقلید نکردیم. با آوازه بر دروغ حاضر میکنیم. هرچی نباشد شوخی های ابلهانه نکنید. عقلتان رو کار فرموده شوخی های با منطق فکر کنید. پدری 15 روزت رو میگویی. 15 روز پیش حتی نمیدونستی که پدر داری یا نه. دهانت را فروش. مرا دیوانه نکن فاری. تو مرا دیوانه میکنی. نه شما مرا گوش نکردید. اگر مرا گوش میکردید این میسا را ما کین کی حل کرده بودیم. خیر هیچ گپ نه. باز شانس داریم. شما اینجا چیکار میکنید؟ کنی بس این خانه اتان روید. معلش خیر میرویم سود. تا با
نجمیه قهوه مرا تیار کن. حالا استید اینجا رو توزه کنم. پدر شما اینجا بودید؟ آیا من مدیری همین مکتب نیستم؟ باز در کجا می شدم؟ من فکر کردم که... چی فکر کردی؟ پرتافته می روم. در 2 روزی نبودن من نه ترتیب مانده است نه انتظام. طلبه ها با گپم اهمیت نمی دهند. به نجمیه قهوه کن می گویم، حالا ایست می گوید. این چی؟ این رو از وزارت معارف فرستادند. تا با آخر رسیدن تحقیقات شما از وظیفه آزاد شدید. چی؟ بعد مکتب رو کی اداره می کند؟ استاد علی. هم معاون مدیر تعیین شدند، هم تا با آخر رسیدن تفتیشات وظیفه مدیری رو به او دادند. چه خیر شد؟ همش نوشته شده است. وظیفه نوتون مبارک. همه وقت از بجای ادارچی معلمی را انتخاب میکنم. به فکرم آنها از موفقیت هایتون باخبرند. بعضا پیشنهاد و درخواست داشته، تنها به شما امکانیت. خاموش بچه ها، خاموش. بچه ها، من موقتا مدیر شدم، وزیر معارف نه. باشد استاد. در این مدت بسیار کارها را انجام دادنتان ممکن. آخر شما مسئول این مکتب شدید. من اگر به جای شما می شدم رادیوی مکتب را سری نو می کشیدم استاد. راست میگویم، عجایب خوش نیست؟ کاش اینجا می بودید. کاش اینجا می بودید و برای یافتنی خواهرم به ما کمک می کردید. معلمه مرا ترسوندید. مرا ببخشید. بخشیشتون هیچ چیز رو عوض نمی کند. لطفا معلمه، با نگفتن بعضی چیز از شما رو دیده من زیادتر زیق می شوم. از ما زیادتر غمگین شده نمی توانید. اگر شما غمگین باشید ما از شما زیادتر. ها، مادامی که اینقدر غمگین نیست، دانسته‌تون رو گوید که به شما باور کنم. اگر شما در جای من می بودید، اگر آن مسئله حیات و ممات کسی می بود، شد دیگر گوش کردن نمی خواهم. اگر اگه اون چیز گفتن خواهید گوید، نباشد لطفاً مرا تنها بگذارید. اگر همین را خواهید، یعنی سر دادن آواز رادیو را، این کار را کرده می توانیم. هیچ نباشد تا آمدن استاد شفیق آن طرفش را خودشان قرار می دهند. چه خیلی شوریده بسیار زور می شود. نقشت بسیار دارد. حلالت با جوره. خیلی بود به استیراب مونده بودیم. البته امیدوارم که هر کارهای ناشایمی نکردم مرا شرمنده نمی کنید. خواطر نشوید استاد، از ما به کسی ضرر نمیرسد. انشاءالله. این رو به من 40 روا دیدی زیا. چند سال شد با تو دوست هستیم. از تو خواهش میکنم از این بلا مرا نجات ده.
برای به نفقه برآمدن عریضه نویس، وگرنه این کار کلان می شود. دلیل ها جدی‌اند. برای خدمت‌هایت در ساحه معارف به تو کمک میکنم. هر چی زودتر از این کار خلاص شدنت لازم. انس، تو با ما نمی روی؟ با کجا؟ به جای نشان داده همون کاغذی که در جیبان من بود. معلوم که این بازی هست. از این بازی ها بیزار شدم. شما خودتون روید. انس، مان پینار، وقتهای آخر حالتهای وزنی رو از سر گذرانید. شاید تنها بودن میخواهد. تکی، با کجا می روی تو؟ کجای باشد؟ از کجا دونم؟ من می دانم. چی؟ کنی گپ زن، چی کار میکنیم؟ اصلا ما نمیکنیم، خیالاتمون میکنیم. اکا بیا من همین موضوع رو به خودم نمیخوام. میترسی مگر تو ها؟ نمیترسم و ناز نمیبینم آخر. خیر چی کار میکنیم؟ اول باید نابود جمع کنیم، میکروفون و این اون، بعد خوشحالی میکنیم. خوشحالی. کمی درباره خودت گپ زن. چی گپ زنم؟ من مانندی همه یک بچه بودی. مثلا شما در حقیقت نمیدانستید که باز خواهر دارید؟ چرا گشته و برگشته از خواهرمون میپرسی؟ نمیدانم. در وقت مکتوب رو گرفتن در نظرتون بودم. شاید تأثیری همون باشد. نمیدونستم. اگر میدونستم رو نمیگفتم. اگر برای اثبات کردن که من دادرشون هستم، اگر کارهای اکام رو نقل کنم یک سلسله فیلم میشود. راست، به فکرم وزنی. یعنی بعد این قدر سال تو رو قبول کرده دوست دارند. والا اصلا آنها بسیار دوست داشتند مرا، اما من عکسش رو کردم. در اول آنها رو خیلی غم دادم، عذاب دادم. همین طور؟ بله همین طور. از روی نقشه در جای نشان داده هستیم، نزد این بیمارخانه، اما هیچ چیز رو نفهمیدم. انشالله که یکم بازی بد نباشد. اکنون چیکار میکنیم؟ نمیدونم پینار. اکا، ممکن کسی به ما یاری دادن میخواهد. شاید پدرمون باشد. رفتیم از اینجا. اکا، باور نداری؟ برای یافتن خواهرم شاید به ما کمک کردنیم. رفتیم گفتم.
یعنی نمی شود. پینار جان گوش کن، این موضوع عادی نیست. حس میکنم اکا با مو پدرمون کمک میکنند. به فکر من با امک جمال صحبت کردن لازم. او به تو همش رو میفهماند، حتی بعضی کتاب ها رو نیز به تو میدهد. حاضر وظیفه ما به هر موضوعی که آن رو نمیدانیم دخالت نکردن یافتن شخصی که این کارها را انجام داده ایستاده است. خیر میل شکر. پینار جان به تو چی شد؟ در جیوانش بودند، اینجا پیدا شدند. اکنون بس است، تماما از حد گذرانیدند. یک سراغ است. چی شد؟ چی گپ است؟ این حکایه های افسانوی از روزی پیدا شدنشان آدمان را به خود جلب می کند. فقط یک طرف ضعیفی دارد. اول این حکایه ها را پهن می کنانند، بعد می بینند که چقدر هیجان و مراق پیدا می کنند. بینند که کافی نیست، مبالغه می کنند. عاقبت حکایه ها خرافات و اساطیر شده می روند. یعنی پدرم به ما یاری میدیند گفته برگشتند و کاری را میخواند انجام دیند. خوب، اما باید یگان شرح و ایضاح باشد. کسی این کارو کرده به فکرم گذشته‌مون رو برگردانیده نیست امک جمال. کی و چرا این کارو کردن میخواهد؟ مثلا استاد عمر وصیت پدرم رو میدانند، اما با چه سببی به ما نمیگویند. شاید با همین راه آن رو گفتن میخواهند. اصلا برای فهمیدن یک راه هست. یعنی که پدرم این کارو کردند یا نه؟ چی خیر؟ امک جمال، شما یگان نسخه از دستخط پدرم دارید؟ یعنی مکتوب باشد یا چیزی دیگر؟ یکچند مکتوب داشتم، در یاد دارم. من یک بینم. مانند راستی دستخط انسان به یک دیگر مانند بودنش ممکن تقلید هم کرده می شود. باید این را متخصص ببیند. ها، خیلی مانند. بله راست، این دستخط ها به یک دیگر مانند هستند. اکا این پدرم برای یافتن خواهرمون به ما کمک میکنند. و وزارت معارف از سبب وضع سلامتیم از فعالیت پداگوگیم استعفا کردن میخواهم. فعلا وظیفه مدیر مکتب را به عهده دارم. از شما خواهش میکنم که برای تصدیق کردن حجت‌های نفقه برآوری به من کمک کنید. اکا خوب هستید؟ جای سراغ این است؟ بله همینجا، خانه خودمون، خانه‌ای که هممون آنجا تولد شدیم.
آنجا خانه پدر و مادرمان بود. انا اینجا از ما. یک کت بود. شبی که پدرمان را عسکرها بردن من تگی کت پنهان شده بودم. شما بخیر. یوسف پیرسالش ماه؟ بله. مجبورت با ما بیرد. شاید پدرم اون دختر رو از همین جا یافته باشند. ممکن به اینجا آمده بودند. در همین جایهای نشانه از خواهرم باید باشد. اکا حالا هم باور نمی کنید. همه این رو پدرم کرده ایستادند. شاید آن کس خواهرمون رو یافتند اما با ما نگفتند. ممکن برای همون شب بسیار خرسند بودند. ناممکن، با کسی نبود. کی میداند که به اینجا آمدن یا نه؟ بیایید رفتیم. به مکتب دیر میمانیم. استاد عمر. بله. استاد دیشب مادرم به من همش رو گفتند اگر شما این نقش رو بازی نکنید مرا نمیخوانند، عاقبتش رو خودتان میدونید. التماس اکای عمر. ملک. پدر در این صبح بر وقت چیکار میکنید؟ یک چیز را به تو گفتن میخواهم. گوش میکنم. اکنون تمام ملک، دیگر بازی نیست. کمتر پیش برای نفقه عرضه دادم. چی؟ جدی میگویید؟ بعد یک دو روز نسخهش به مکتب می آید. پدر چرا این کارو کردید؟ به خانه همون برگرد. چی؟ فهمیدی آخر به خانه برگرد. تنها یعنی تنها زیستن مشکل است. من نمیتوانم. من میخواهم دخترم در خانه هم باشد. اما ندارد ملک. من پدرت هستم. تو را دوست میدارم. التجا میکنم به خانه برگرد. خدایا توبه. در خاطر دارم که همینجا مونده بودم. کجا می شود این فیته؟ اگر آن را یابم همه این سیرم فوش می شود. محو شدم من. چرا اینقدر غمگینی؟ آخر روزکت اینها را آمدیم. هیچ چیز داری با من. الله اگر گاز خواهی بیو با تو هم میکنم. نه در نمیکند. من روحم حاضر همه پلیدی هایتون را فاش میکنم. حاضر میخندید به من. باور نمیکنید. نمیخندید. چون که حاضر جرین باشاله گپ زدنشان را، را غیبت کردنشان را. چرا نرگس و مراد به درس آخرین ندر آمدن؟ در کیناتیاتر کدام فیلم را تماشا کردنشان را میگویم. من بعد یگان سیر پنهان نمیماند. حیران نشوید. ارواحم غیبت را کمتر من مراد نیست. از کجا میدونید که ما با جرین در برای چی گپ زدیم؟ ما میدونه. من بعد همین طور دیگر سیرها پنهانی نمیموند. این کارتون عیب است. این چی شرمندگی است؟ برای همین صدای رادیو را سر گرفتید. استاد راست میگوید اما دیگر کاری ندارید. غیبت کردن
کار آدمان بی فراست است. استاد گفتیم کمی خوشحالی کنیم. همین است. مگر سرور شما با فاش کردن حیات شخصی یکدیگر شما شادی و خرسندی میکنید؟ این طور نگوید استاد، باز نزند. معلوم است شبها در مکتب نگشته است. کسی شب اینجا نمیگردد. باشد هم آنها آدمانی نیتی بد داشته رو میزنند. مانید اکنون این سفسته ها را. استاد شبها می اومد است، او رو دیدن، حتی عمک جمال. بس جله. گفته به یک حادثه دروغ باور کردید. مادامی که اینقدر مراق دارید شب بیایید میایستیم، یعنی به ما هم عیان میگردد یا نه؟ اکنون کتابهایتان رو برآورید. وای اکنون خوشحالی از سری نو سر میشه جویا. در حقیقت استاد علی با طلبه ها می ایستد؟ می ایستم میگویند. تماما به این گپ باور ندارند. میگویند که این بوزی است. شاید راست گوید. شاید. اما باشن چی؟ اوف بیاین موضوع رو پیشونیم. فیته چی شد؟ کسی پرسید؟ نه. اما میدونی چی فکر دارم؟ چی؟ با فکر من این فیته از عمر می باشد. شاید. اما ایستوال یک پرسیم؟ البته می پرسیم، اما حالا نه. گپ هایمون گریخت، حاضر نمی پرسم. پنار. چی؟ اگر تو می بودی نمی پرسیدیم اگر. دخترم خوش آمدی. خوش باشید. گفتم یک شما رو خبر گیرم. خوب کردی که آمدی. یک چای مانم همراه می نوشیم. می نوشیم. البته می نوشیم. زحمت نکشید، من خودم. باز مبادا امشب همین آدم نهاید. سفسته نگویی. این طور نگویی در این تاریکی. به این همین کار به من معقول نشد. زود کار رو حل کنیم رای من بهوده اینجا نیستیم. اینقدر ترسون چکت شما. اکنون برای خودم یگان مشغولیت یافتنم در کار. نمیدانم امثله کرده میتوانسته باشم. به این هم تو نیستی. روزم در بین این 4 دیوار نمیگذرد. پدر اینقدر واهمه نکنید. گویا که در این دنیا فقط شما با نفقه میبراید. نه، آخر آنها در اطرافشان فرزندهایشان نبیرهایشان هستند. شاید روز اینش هم میشود. اینش باز چی معنا دارد؟ کاری نکنی که من بیخبر و تو شوهر کنی. از تو میرنجم. حالا شوهر کردنی نیستم، اما روزی میشود که شوهر میکنم. نمیکنی. مثلا گوییم که یگان کس رو دوست میدارم. یعنی مثلا میگویم حقیقت نیست، او از این کار خبر ندارد. نزد شما میگویم پدر چیکار کنم میگویم. با او گویم که او رو دوست میدارم، یا اینکه خاموش ایستاده انتظار شوم. شما چی مصلحت میدهید؟ بگویید پدر. او را برا زند میگفتم. گلویت را بوغی میکردم تا دیگر آوازت نبراید. دیشب اکم بیرون برآمدند. بیرون؟ چرا؟ پرسیدم اما هیچ چیز نگفتند. کار دارم گفتند. شاید کارشان برآمده باشد. شاید با یگون کس وا خوردند. ممکن کسی داشته باشند، با ما نمیگویند. در حقیقت همین خیلی. تو با من شوخی میکنی پنور؟ نه، اما با این گپ گفتنی هم که زودتر باش. نمیتوانم پنور. با چشمانش نگاه کرده قلبم از تپش میماند. آخر من غرور دارم. والله نمیدونم، لیکن میترسم که تو با یک قرار آمدن دیر میشود. دیگر من هم نمیدونم که چیکار کنم. یک روز میکفم اما کی نمیدونم. در همین نزدیکی مغازه الکترونی باشد؟ هست اما کمی بالاتر. خیر، من یک با اونجا روم، باید با مکتب میروم. میلش؟ خوب میلش. تو باز می.
خواهرتون رو در جایهای دور نکابید. چرا این کار رو میکنید؟ استاد کدام کار رو نفهمیدم. همه این بازی ها رو، خط ها رو. استاد باور کنید نمیدونم درباره چی گپ زده ایستادید. گوش کنید، با افسانه های بافته‌تون بچه ها رو حتی پینار رو هم فریب کرده میتوانید، اما مرا نه. با این کارها من دخل ندارم. به فکر من دارید. چرا این کارها رو کنم آخر؟ برای نگفتنی وصیت پدرم. چیزی رو فهماندنی هستید. ما انسان های با مدنیت هستیم. اگر یگان مسئله باشد آدم بر این نشسته گپ زنیم. با شما گفتم با این کارها دخل ندارم. با من باور نکنید، چیزی فکر کنید کردن گیرید. نرخش چند است؟ حالا شما دیدن گیرید، بعد صفدام میکنیم. تماما فکر نمی‌کردم که در اولین دیدار اینقدر عاشق میشوم. وقتی که او رو میبینم از هیجان چیکار کردنم رو نمیدونم. تپش دلم اوج میگیرد. اما همه این رو به پینور فهموده نمیتوانم و چیکار کردنم رو هم نمیدونم. خوش خیل؟ نه، راستش رو بگم به من نخون نشد. خواهد دیگر نباشه رو دیم. نه تشکر، دفعه دیگر میگیم. ضروری کار کن. سلامت باشید. شما دید باز بید. الان بلک ما باید آن خوریم. باوریم نمی آید. بعدی چطور رو تخمین میکردم اما تو این درجه نی. از افترشوی هم مثل من بوده است. اکنون چیکار کنم؟ بعدی فهمیدنی همه این مرا خوب گوش کن. مادامی که او هم به تو معقول است با او صحبت کن، وگرنه یک روز تو هم مثل من میشوی. چرا این کارها به سری من میآید؟ این سیرها را من نخواسته بودم. من انتخاب نکردم. وقت نزدیک می شود. ممکن دیگر این عذاب زیاد دوام نکند. لبای معلمم. همان چیزی گفتگیتان رو در همین جا دیدید. شراخی اجره که یوسف را گراند، اگر گراند و بعدن اینجا کرده میگشت آخیر. خوب، انتظار میشویم امشب به زیارتمان می آماده باشد. بشینید بچه ها. چقدر انتظار شدن ما رو نمیدانم. شب دراز است. این نمک جمیل است. اکنون که اومدیم انتظار میشویم.
آره نگفتم به فکرم دیگر آنقدر زیاد انتظار نمیشه. چرا ما اینجا اومدیم؟ با اون طرف نگذرد و خیر در گیرو زودتر با خودو گیریو نمیشود انسان نه همه وقت باید با چیزی که چشم میبیند باور کند. چشم رو فریب دادن آسان است. باید قلب رو در اختیار عقل دادن فکر بکنیم. حالا بچه ها فکر کنید، چشم انسان چی را میبیند؟ چیزی که میخواهد یا حقیقت را؟ و چیزی نبوده باور کردن کار جاهلان است. ایمان با کلمه بخوان سر میشود، نه برای کورکورانا باور کردن، بلکه به علم و دانش باور کرده، فهمیده، درک کرده، سپس باور کردن. از همه فاجعه بد این دنیا به خرافات باور کرده این جاهلان است. معلوم شد که با 2 آینه شما را فریب دادن کاری آسان بوده است. اما استاد چی خیل؟ اصلا برای این کار به برق امری و حسن تشکر باید بگوییم. برای این تجربه را گذرانیدن، خیلی زحمت کشیدند. برای گشادن درها از ریسمان ماهرانه استفاده بردند. برای اداره کردن شرخ‌ها از هر گونه آلات استفاده بردند. البته شاید نمی‌دانستند که همه این کار را کرده می‌توانند. در چای خودشان افتیدند. همیشه با عقل خود فکر کنید بچه‌ها. فکر نکرده، نفهمیده باور نکنید. با چشم سر دیده باور نکنید، بلکه با چشم قلب دیده باور کنید و عقلتون را استفاده برید. استاد این درس کمی وزنی شد. از عمرم 10 سال گذشت. استاد تو حال دست و پایم میلرزد. گفتا خیلی این سخت تفسیده است. جاله همش گذشت، بازی بود. با اونجا نگاهی وصیت پدرتان را فراموش نکنید. اگر خواهرتان را دوست دارید، او را حتما میابید. عمر. شاید این کارو نمیکردم. ممکن شما ما رو جنگ میکنید، اما خواستم اول با شما گپ زنم. یعنی من نمیدونم، من نادرست کردم. از گفتنتون هیچ چیز رو نفهمیدم. چی؟ من فیته رو دیدم. چه خیلی فیته؟ همون فیته ای که درباره من گپ زدید. از کجا افتید؟ افتیده بود. گوش کنید.
این گپ ها دروغند. من نمیخواستم که این طور شود. ببخشید. اصلا من بسیار خرسند شدم. نه، این راست نیست. اما خاموش. التماس گویا این صحبت رو نشنیده بودید. گویا این گپ ها رو شما نشنیدید. از عقلتون توزه کرده پرتوید. چرا آخر؟ چون که نمیتوانم. چون که نمیشود. با شما این کارو کرده نمیتوانم. چی رو کرده نمیتوانم؟ من میمیرم پینار. چی؟ یعنی من در فاتحه پینار. گوهر بخش. دروغ میگویی. این طور نیست. راست است. برای همین نمیشود. نمیتوانم. فراموش کن همش رو. دروغ. چیزی دیگر است. برای من رو از خودت دور کردن این گپ ها رو میگویی. باور کن راست است. این در باشد فکر نکرده خودی حاضر با من میگویی که او کیست؟ ازلم دختره که بس این فی اکاد آوردم. وای بابا. مثلا گویم که چیزی رو گفتن میخواهید اما گفتن نمیتوانید. خوب. چون که اگر گویید میترسید که او را از دست میدهید یا اینکه او از شما خفه میشود. اما از طرف دیگر نگفته هم نمیتوانید. باید به او گویید. اگر نگویید دیوانه میشوید. ترس فایده ندارد دخترم. اگر آن چیزی گفته‌ات خوب باشد، درست باشد، از قلبت باشد، ترسیدن در کار نیست دخترم. در این مورد چنین باید کرد. چیزی میگفتگیت افادهگری مهر و محبت است. به همین مانند. دوست داشتن دیگر است، مدح کردن دیگر است. حسی محبت را گفتن در کار باید گفته شود. از آن خوبی ها می روید. اما مدح کردن موضوعی دیگر است. محبت را زیاد نکرده برعکس به نیست شدن مهر سبب می شود. اگر از قلب آن مهر و محبت باشد نترسیده گوی. اگر برایش گفته نتوانید یا خود از چگونه قبول کردن او بترسید. روبرو گفته نتوانی. حاضر راه‌های زیادی مسئله وجود دارد. شما جوانان از تکنولوژی خوب با خبر هستید. مثلا خط الکترونیکی. این هم یک نوع روبرو گپ زدن است دخترم. باز من عمر را انسانی کامل فکر میکردم. کاری کرده اش را بین. اکا ممکن او نباشد. همان حادثه روح را باز تو سر نکن تکین. به شما همش را فهماندم کو. اپا هم دیر کردند. به فکرم آمد. دینار حالت خوب است؟ التماس گپ زدن نمیخواهم اکا. پلیز یک دقیقه. تو کجا بودی؟ چی شد؟ با یک رفیقم در طرف خانه بود. با کی؟ با استاد عمر. اما حاضر گپ زدن نمیخواهم التماس. مانده نباشی. تشکر معلمه جون. امروز اینجا من نوبت دار. خیلی خوب. تو این رو میفهمی؟ اونقدر خوب نیم معلمه. آیا این ثبت میکرده باشد؟ اینش رو میدونم معلمه. یک دفعه این کارو کرده بودم. جله از تو یک خواهش کنم. برای من میکنی؟ البته معلمه جون. چرا باید این خیلی شود؟ اول استاد اکنون عمر. چرا همه این به سر من میوید؟
одамони беоила магар оиладор шуда наметавонанд, ё ин ки тақдири ман бошад. фақат бо шикасти орзу рӯбарӯ шудан, зиндагии талхро дидан тақдири ман бошад. дар вақти ҷустани соҳил ба тӯфон, ба борон рӯбарӯ шудан бошад тақдири ман бошад. ба ин чӣ хел тоқат кунам? бо хомӯш истодан, бо орзу накардан, сухан нагуфтан. бе орзую умед инсон зиндагӣ карда метавонад? чӣ хел дар ин тӯфони зиндагӣ истода гарӣ кунам? سالها باز از خودم میگریزم. نمیدانم چرا، نمیدانم به کی گویم. انسان از انسان بودنش بعضا شرم می‌دارد. چرا این طور باشد؟ چرا انسان چون ساده می‌شود؟ زنده ماندنم. اگر در دلم چیزهایی جمع کردم را نگویم دیوانه میشوم. صد افسوس که جسارتی با آواز خود کردن این کار را ندارم. شما را دوست می‌دارم استاد علی. از روزی اولی به مکتب آمدنتان، از روزی که زندگی های کلید مگر در دستتون نبود؟ استاد التماس نپرسید، گفتنم میفهمید چی طور به چشمانتان نگاه میکنم. برای من فهمیدم اما نشد. شما آنقدر با شاگردانتان داده شده بودید که اینها را نفهمیدید. ببخشید که من به این راه این کار را کردم. شما را آنقدر سخت دوست می‌دارم که این را رو به رو گفته نمی‌توانستم. اکنون میدونید اگر نمیگفتم به خدا دیوانه میشدم من. ملک فکر کردید که نمیدونستم؟ میدونستید؟ شما میدونستید؟ کاش که این کار رو نمیکردید. ملک؟ شد جانم، شد جانم، همش میگذرد، خوب نمیشود. مرا کاهش کرد، خفه شد، یک کلمه هم نگفت. آخر خودش گفته بود که چیزی که در دل دارید گفتن لازم. حسیاتم رو گفتم. دیگر چی کار کنم؟ آروم شد. کی باشد؟ عجبا طلبه باشد. از صنف‌های بالایی میگویم لیکن نمیدونم. نغمه همه دورت میگویم. من هم ترسیدم، نباشد میگفتم. محبت گناه نیست. ملک رو عذاب ندهید. من این را نمیخواستم، فقط از او میگریختم. این کار حتی در گوشه خیالم نبود. وای چی گناه دارد؟ آخر وای عاشق است. نمیتوانم پینار. من چیزی باور کردم را، طلبه هایم را دوست داشتم. برای با آنها چیزی را یاد دادن به این راه برآمدم. روزی میشد که کارم در این مکتب انجام میپذیرد و باز به راه میبرایم و به دیگر مکتب میروم. باز به دیگرش و باز و دیگرش. پس چخیر من یک کسی دیگر را از پشت خود کشاله کرده برم؟ او انسانی خوب است، شما را دوست می‌دارد. نمی‌فهمید مگر آخر یک روز اویله‌دار می‌شوید. پس این راه شما را به کجا میبرد؟ رو به سوی معرفت. آن وقت بعد این راه تمام می‌شود. خانم ملک،
کاش که این واقعیت هم من رخ نمیداد. نمیخواهم سبب ناراحتی شما شوم. مرا ببخشید معلم. محبت این خود یک راه است، نه به جای رسیدن. ما که در این راه جان و امید و آرزوهایمان را فدا کرده وقتی نداریم که در جای توقف کنیم معلم. فکر میکنم که در این سفر مشکل دیگر قوه به دوش گرفتن مسئولیت زیادتی را نداریم. عائله برپا کردن کاری بسا مشکل است. اگر در این خصوص نفهمیده به شما امید داده باشم مرا ببخشید معلم. میدانم این گفته هایم آنقدر واقعی نیستند، اما این را هم میدانم که شما این گفته های مرا خوب قبول میکنید. درد را تنها اهل درد میداند. اگر شما را رنجانده باشم باری دیگر عذر میخواهم. علی. اکا خوب هستید؟ با اینجاست. کی؟ آدمی که به ما پیغام میگذاشت. اکا اونجاست. اکا میترسم. تو؟